شما اسم پیامبر را بگیرین که برای نخستین بار درهای بهشت باز میکنه. حضرت یونس. چیزی گفته نمیتونیم دوباره. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام علیکم و علیکم السلام. شکر سلام خودتون خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر باشین. اسم مبارکتون؟ نام برکت الله موحد. او برکت الله جان موحد، چی مصرفیت دارین؟ مصرفیت عکاسی دکان داریم. فعلا محصل به هر حال پانتون هستیم. ماشاءالله. چی میخوانین؟ تعلیم تربیت رشته بیولوژی. بیولوژی، تعلیم تربیت. این رشته سخت است؟ نه بسیار رشته شیرین است. سمستر چند هستین؟ سمستر اول خلاص کردیم، امتحانات دادیم، سمستر دو رسیدیم. خب 4 سال میخورین دیگه حتما؟ 4 سال میخوریم ان شاء الله. خب برنامه رو دنبال میکنین بس خود؟ بله همیشه من دنبال میکنم برنامه‌تون. بسیار خوب برنامه است. وقتی که میبینین برنامه رو چی میگین با خود؟ میگم الله متعال از راضی باشه که می جوانا را تشویق میکنین دیگه. و یگان تو جواب نمیگه باز؟ جواب نمیگه دیگه، چیزی گفته نمیتونیم دوباره. مقصد تا تو هم امتحان در روی داریم خدا کنه که موفق شویم ان شاء الله. آماده هستین شما؟ بله آماده هستیم ان شاء الله. خوب. شما اسم پیامبر را بگیرین که برای نخستین بار درهای بهشت باز میکنه. حضرت آدم علیه السلام؟ نه، اول او و امتش داخل میشه باز دیگه پیامبر. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ماشاءالله. اینو یقینی گفتین یا تو؟ نه امی گفتین امتایشون روز ما فهمیدیم. ماشاءالله. این تبریک شما باشه. برکت الله عزیز. حال پیامتون رو بشنویم. پیام خاصی خود ندارم دیگه. از جوانان میخوایم که درس بخونن، کوشش کنن دیگه. وطن با ما بستگی داره که ما جور کنیم باید وطن ان شاء الله تعالی. باید درس بخونیم، کوشش کنن که درس بخونن دیگه. پیام خاصی ندارم دیگه. سر بلند. سلام علیکم. خوب سلام علیکم برادر، شما خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ قربان شما. سلام. آمدین بخیر تفریح؟ بله اینجا تفریح آمدیم. اینجا چمتالسای میگه یک جای بسیار زیبا و دیدنی است. از فاریاب هستین شما؟ از فاریاب شهر میمنه. مردم فاریاب زیاد میان به تفریح. بعضا میگن که اولین بار ماست که ما اینجا اومدیم. والا اگر ما بگیم که مردم فاریاب عاشق تفریح و چکر و رفتن به دیدن جایهای دیدنی هستن، هیچ کس شاید نباشه. از اکثر ولایت‌ها نیستن. اینجا جایهای دیدنی بسیار زیبا داره. خب ماشاءالله. چی مصرفیت دارین؟ برای فعلا خب بیکار هستیم برادر. برای فعلا؟ بله. خوب است. از این فرصت استفاده میکنیم. بله. برنامه قسم است که یک سوال میکنیم و این موبایل دیگه ان شاء الله جایزه است. ببینیم چی میشه. آماده هستین؟ قربانت. صحیح. شما اسم یک سوره را بگیرین که داستان یک پیامبر به صورت کامل او تشریح کرده و او سوره به نام پیامبر است. والا سوره یونس باشه شاید. میگم حضرت یونس که در بطن ماهی بود. خیلی نزدیک کردیم. بعد از سوره یونس شروع. ماشاءالله. سوره مبارکه یوسف، سوره که 111 آیه است و مکمل داستان این پیامبر بازگو شده است. این جایزه است شما و پیام زیبایتان نوشتین. پیام زیبایی می است که از اوقاتتان لذت ببرین، از زندگیتان لذت ببرین. زندگی خیلی کوتاه و با ارزش هستن. از این لحظه‌ای که میگذره لذت باید برد، چون زندگی یک بار داده میشه. این زندگی را باید قسم زندگی کرد که افسوسی در دل ما نباشه. تشکر که آمدین از ساحات و مناظر زیبای فاریاب دیدن میکنین و افتخار بخشیدین که با ما مصاحبه کردین. شما سر بلند داشته باشید، سلامت باشید، بخیر باشید. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلامت باشین. تشکر. اسم مبارکتون؟ اسم عبدالبصیر است. عبدالبصیر جان، امروز با تفریح آمدین دیگه؟ بله دیگه، از اوقات بیکاری میایم اینجا به خاطر تفریح. یک جای دیدنی است میایم. شاید یک چند وقت بعد بیخی سبز شود کاملا. همین ماه عمل که تمام شد که جای بسیار جای مقبول می باشه. ماشاءالله. چی مصرفیت دارین رفیع عزیز؟ بر فعلا خو اوقات تفریح بیکار است. میایم اینجا به خاطر وقت خدا بگذرانیم، جای سبز از مناطق خوب استفاده کنیم. فعلا خو بیکار هستیم. بسیار خوب. برنامه رو خود دیدین ان شاء الله؟ بله، برنامه شما رو تقدیم میکنم جناب استاد. خدا شما برکت نصیب کنه. پس آماده هستین؟ خدا مهربان است. ببینیم چی میشه. زمان که قیامت برپا میشه همه موجودات از بین میره و دوباره که در سور دمیده میشه، قبرها شکافته میشه. قبر اولین پیامبر که شکافته میشه و سر بیرون میکنه از قبر کی است؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی سیدنا. ماشاءالله. ده کمتر از 2 ثانیه جواب گفتین. ماشاءالله.
از یک دوست دیگه پرسان کردیم گفت اگر نظر به ترتیب باشه باید حضرت آدم علیه السلام بلند شود. گفتم نه، نظر به فضیلت است. نظر به ترتیب. اینو بفرمایید، پیامتون رو میشنویم. هم است که به کل جوانا مطالعه داشته باشن، ناامید به خودشان نتن، هیچگاهی یک انگیزه باید باشه که ما بتونیم پیشرفت کنیم. سر بلند باشین شما. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ الحمدلله، شما خوب هستین؟ اسم مبارکتون؟ اسم حجت الله است. حجت الله جان، از کجای فاریاب هستین؟ از ولسوالی المار هستم. المار میگن زیاد مقبول است. سبز است. سبز است. چند دقیقه راست تا المار؟ المار تقریبا 20 دقیقه راه است. ماشاءالله خیلی نزدیکه. نزدیک است. ماشاءالله. حجت الله عزیز، حافظ قرآن هم هستین؟ بله الحمدلله. چند جز حفظ کردین؟ همش خلاص کردیم. ماشاءالله. ما حافظ قرآن است. حافظ قرآن این بچه کار به زیاد خوش دارید تصویر باشه. به این پالی مستاش مشکل نیست. خیلی 3 جای از قرآن هم تلاوت میکنین، شما ادامه آیه را بخوانین. صحیح است؟ صحیح است. ماشاءالله. حجت الله عزیز حافظ قرآن است. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره. ماشاءالله. خب حضور ذهن دارین ماشاءالله. میرم. و اذا الموءودة سئلت سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. ماشاءالله. احسن. سر مبارکی تکویر است. ماشاءالله. خب بیا که کمی طرفتر بیم، خب کلش جزء سی بود. حالا بیم به طرفا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ماشاءالله. سوره مبارکه اعراف. ماشاءالله. مهربانی جناب قاری صاحب بزرگوار، پیامتون رو میشنویم. موفق باشین، خدا شما را پیروز داشته باشه. آمین. پیام من است که الله متعال همه ما را حفظ کنه. به خاطر یادگیری حفظ قرآن مردم بچه‌هاشون رو بگذاره به خاطر حفظ قرآن و دیگه برای دین اسلام خدمت بکنید. سربلند باشید. ممنون از شما. بخیر باشید.